سلام مجدد خدمت همه شما دانش آموزای گل هفتمی. امیدوارم که حالتون خوب باشه و آماده باشید برای یادگیری دومین بخش از اولین درس کتاب پراسپکتیو 1، کتاب پایه هفتم. اوکی، تا جلسه گذشته ما تا انتهای صفحه 7 رو درس دادیم. لینک ویدیو قبلی رو براتون میذارم، میتونید از طریق کانال یوتیوب و کانال آپارات زبان باز ببینید و من اینجا سید محسن سید ابراهیمی در خدمت شما هستم. اوکی. Lesson 1. My name. Sounds and letters. Sounds and letters. Sounds یعنی صداها و letters حرفها. خب ما 26 حرف انگلیسی داشتیم، از A تا حرف Z یا Z به در واقع گویش بریتانیایی، که هر کدوم از اینها، هر کدوم از حرفهای انگلیسی، هر کدوم از این 26 حرف دو نوع شکل نوشتار داشت. یک شکل نوشتار کپیتال و یک سمال، که مثلا اینجا کپیتال A و سمال A رو داریم، که حالا اینها رو انشالله جلوتر براش مجموعه ویدیوهای جداگونه میسازم، مجموعه ویدیوهای حروف انگلیسی. اوکی. So A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. خب اینجا سه تا از این حرف ها رو اومده برای ما با رنگ دیگه نشون داده. خب یعنی تمرکز این بخش از کتاب روی این سه تا هست. A که در واقع capital A و small a، K capital K small k و M capital M small m. حالا هر کدوم از اینها چه صداهایی داره خیلی مختصر بررسی میکنیم. A capital A and small a صداهایی مثل آ و A داره. مثالش بخوام بزنم apple که صدای ا داره در این کلمه حرف A، یا cake که صدای A داره، و مثلا حرف دوم اینجا K capital K small k، K صدای K داره، و M capital M small m، M هم صدای م داره. خب حالا بریم ببینیم که این بخش برامون چی آورده. Listen to the teacher greeting her students in class. Listen to یعنی گوش دادن به. Listen to یعنی گوش بدهید به کی گوش بدید؟ Listen to the teacher، به معلم گوش بدید. Listen to the teacher، به معلم گوش بدید که داره چیکار میکنه؟ Greeting her students in class. Greet بچه ها میشه احوال پرسی کردن. این معلم داره احوال پرسی میکنه با دانش آموزانش. چون her داریم دانش آموزانش یعنی معلم یک خانم معلم هست، دانش آموزانش در کلاس in class. student یعنی یک دانش آموز، student یک دانش آموز، و شکل جمعش با اضافه کردن اس به اون در واقع اسم ساخته میشه. students یعنی دانش آموزان. Listen to the teacher greeting her students in class. به معلم گوش بدید که داره احوال پرسی میکنه با دانش آموزانش در کلاس. اوکی، بریم مکالمه رو یک بار میخونم، خط به خط با من همراه باشید و بار دوم معانی و نکات مهمش رو بهتون میگم. Okay, are you ready? آماده‌اید؟ Let's get started. Hi class, I am Moradi, your English teacher. Hello, Mrs. Moradi. Now you say your names one by one. You please. What's your name? I'm Kimia Komijani. Excuse me, how do you spell your last name? Komijani. Komijani. Thank you, Kimia. Now you please say your name. My name is... Okay. خب بچه ها در ابتدا معلم مکالمه رو شروع میکنه و بعد کلاس یا بچه های کلاس در واقع مجازن به او جواب میدن. تیچر میگه که Hi class. Hi همون hello هست. Hi یک شکل غیر رسمی یا غیر رسمی تر بهتره بگیم از کلمه hello به معنای سلام. Hello, hi,
Hi class. سلام کلاس، یا منظور بچه های کلاس. سلام بچه ها، سلام کلاس. I am مرادی. I am مرادی. بچه ها I am شکل کوتاهش میتونه بشه I'm مرادی. من هستم. I am من هستم مرادی. نکته بسیار مهمی که اینجا شما باید بدونید، مرادی last name این خانم معلم هست. گفتیم first name اسم کوچیک، last name نام خانوادگی. این last name نام خانوادگی خانم معلم هست و چون نام هست با حرف بزرگ نوشته میشه، یعنی با حرف بزرگ شروع میشه with capital M. Okay, we should spell it with capital M. I am مرادی. I'm مرادی. من مرادی هستم. Your English teacher. Your English teacher. معلم انگلیسی شما. معلم انگلیسی شما. نکته بعد، انگلیش چون در واقع یک ملیت یا یک زبان هست، با ای بزرگ یا با حرف بزرگ شروع میشه. حرف بزرگ باید نوشته بشه. مثلا ایران گفتیم با حرف کپیتال آی نوشته میشه چون اسم کشور هست. پس تا اینجا یک جمع‌بندی کوتاه بخوام بکنم، اسم افراد، نام‌های خانوادگی، اسم کشورها و ملیت‌ها و همچنین اولین حرف از جمله یا سوال همواره باید با حرف بزرگ نوشته بشه. اوکی؟ Your English teacher. من معلم انگلیسی شما مرادی هستم. Hello Mrs. مرادی. Hello اینجا هم بهتون گفتم Hello. سلام خانم مرادی. Mrs. مرادی. بچه ها گفتیم برای خانوم ها ما یا میگیم Mrs. MRS و نقطه. Mrs. یعنی خانم متأهل. میس خانم مجرد دوشیزه میس و مز که ام و اس نوشته میشه و یک نقطه میذاریم جلوش. مز یعنی در واقع خانومی که نمیدونیم متأهل هست یا مجرد و بیشتر هم از مز استفاده میکنیم قبل از نامهای خانوادگی. پس همه اینها قبل از last name باید استفاده بشه. میسیز مرادی، میس مرادی، مز مرادی. اوکی؟ بچه های کلاس پا میشن و میگن Hello Mrs. مرادی. سلام خانم مرادی. پس میدونن که خانم مرادی احتمالاً متأهل هست. تیچر میگه که معلم میگه Now you say your names one by one. You say your names one by one. اوکی؟ Now یعنی حالا. میگه که حالا شما you say بگید اسامیتان را your names one by one. حالا بچه ها شما اسمهاتون را یکی به من بگید. You please. معلم به یک دانش آموز اشاره میکنه و میگه you please. تو لطفاً. What's your name? What's your name? اسمت چیه؟ What's your name? که اینجا بچه ها what در واقع شکل کوتاه شده what is هست. What is your name? اسمت چیه؟ کیمیا بلند میشه، یعنی در واقع اون دانش آموزی که بهش اشاره شده بود کی بود؟ کیمیا. کیمیا پا میشه و میگه I'm کیمیا کمیجانی. من کیمیا کمیجانی هستم. I'm همون شکل کوتاه شده I am هست. من اینجا براتون نوشتمش. I'm همون شکل کوتاه شده I am. من هستم کیمیا کمیجانی. بچه‌ها در اسم کیمیا کمیجانی name میشه کیمیا کمیجانی. So what's your name? I'm کیمیا کمیجانی. حالا what's your first name? اسم کوچیکش چیه؟ کیمیا. آفرین. و last name یا نام خانوادگی کمیجانی. اوکی؟ first name کیمیا، last name کمیجانی که هر دوتاش هم را اگه که دقت کنید با کی بزرگ نوشتیم، با حرف بزرگ شروع کردیم. اوکی؟ I'm کیمیا کمیجانی. من کیمیا کمیجانی هستم. معلم میگه excuse me یعنی ببخشید. excuse me how do you spell your last name? بچه از این قالب استفاده میکنید. how do you spell یا can you spell. این دوتا یک معنا داره. میتونی اسپل کنی، میتونی چطور آیا اسپل میکنی. اسپل کردن یعنی چی؟ اسپل کردن یعنی هجی کردن. مثلا من خودم اسممو بذارید بنویسم. اسم من هست محسن. خب حالا شما از من میپرسید که can you spell your name؟ اسپل میکنی اسمتو، میتونی اسپل کنی. من میگم که that's M O H
S E N. اوکی، پس اسپل کردن یا هجی کردن یعنی حرف به حرف یک کلمه را گفتن. How do you spell your last name؟ حالا کیمیا چطور نام خانوادگی یا last nameت که کومیجانی بود رو اسپل میکنی؟ اونم میگه کومیجانی با K-O-M-I-J-A-N-I. خب نکته مهم در رابطه با شکل اسپل کردن، در اسپل کردن ما همواره از حرفهای بزرگ استفاده میکنیم و اگر که یک اسمی چیزی رو میخواید اسپل کنید بهتره بینش از در واقع خطوط فاصله استفاده کنید. اوکی، کیمیا کومیجانی. معلم میگه thank you کیمیا. thank you به معنای همون thanks. thank you thanks یعنی ممنون. thank you so much کیمیا، ممنون کیمیا. now رو داشتیم قبلا یعنی حالا. now you please say your name. تو لطفاً اسمتو بگو. خب بچه حالا نوبت شماست، شما اسمتون رو اینجا بنویسید. my name is، اسم من هست، من اسممو نوشتم my name is محسن. can you spell your name؟ yes M-O-H-S-E-N. اوکی، خب این شد از کل این بحث. صفحه 8 کتاب. حالا بریم صفحه 9 listening and reading. خب چهارمین صفحه از هر درس تا آخر کتاب ما گفتیم 8 تا درس داریم در کتاب پراسپکت 1. هر درس حدوداً 4 صفحه داره، دقیقاً 4 صفحه داره. صفحه اول که بذارید بهتون نشون بدم یک مکالمه‌ای هست، صفحه اصلی. صفحه بعدش 2 تا یا 3 تا معمولاً پرکتیس داریم، تمرین‌ها و ساختارهای زبانی را با دقت بیشتری بررسی میکنیم. صفحه بعد sounds and letters که صداها و حروف را بیشتر میشناسیم و مکالمات اینچنینی داریم. و صفحه آخر listening and reading, speaking and writing. 4 مهارت اصلی روش تمرکز میشه. ببینید در یادگیری هر زبانی بچه‌ها ما 4 مهارت داریم. مهارت ها به این صورت هست: listening شنیداری، listening، reading مهارت خواندن، speaking مهارت صحبت کردن یا گفتاری و writing مهارت نوشتاری که معمولا آخر هست. listening یعنی شنیدن. خب ما این بخش یک فایل listening داریم. listen to the conversations and check the correct items. به conversation ها یا مکالمات، conversation یعنی مکالمه، به مکالمه ها گوش بدید و چک یا تیک بزنید آیتم های درست را، موارد درست را تیک بزنید. خب من الان 2 تا مکالمه براتون میذارم، هر کدوم رو 2 بار براتون پلی میکنم. اول conversation یا مکالمه 1 و بعد conversation 2 رو براتون پلی میکنم. شما first name یا نام کوچیکی رو که میشنوید، نام کوچیک اون فرد رو اینجا تیک میزنید و همچنین نام خانوادگیشم رو این قسمت تیک میزنید. هر کدوم رو 2 بار براتون پلی میکنم، لطفاً گوش بدید. Conversation 1. Hi, are you Mina Ahmadi? No, I'm Kimia Ahmadi. Mina is my sister in grade 3. خب نام اون خانم کی بود؟ یه بار دیگه گوش بدید. Conversation 1. Hi, are you Mina Ahmadi? No, I'm Kimia Ahmadi. Mina is my sister in grade 3. اوکی. پس بچه اسم این خانم بود، گفت که آیا شما مینای احمدی هستی؟ گفت نه، مینا خواهرم، من کیمیا احمدی هم. کیمیا احمدی. اوکی. و مکالمه دوم. Could you spell your first name please, Mr. Karimi? Yes, it's M-A-H-D-I. Thank you. یک بار دیگه گوش بدید. Could you spell your first name please, Mr. Karimi? Yes, it's M-A-H-D-I. Thank you. اوکی. خب نام خانوادگیشو گفت که could you spell your first name Mr. Karimi؟ خب Mr. Karimi که نام خانوادگیش بوده، چون مستر آورده و مستر هم قبل از نام خانوادگی میاد، کریمی پس last nameشه. first nameشو که اسپل کرد گفت M
AHDI. پس میشه مهدی کریمی، اولی هم کیمیا احمدی. خب اسما رو دونه دونه بخونیم. مینا MINA، آذر AZAR، کیمیا KIMIA. فرست نیم های پایین علی ALI، کامران KAMRAN، مهدی MAHDI. لاست نیم ها مومنی MOMENI، احمدی HAHMADI، کبیری KABIRI، مردانی MARDANI، آذری AZARI و کریمی KARIMI. خب این شد از بخش شنیداری و که حالا داخلش ما باید لغات رو هم میخوندیم و ریدینگ هم یه جورایی دخیل بود. و اما این بخش یک تکلیف بهتون میدم توی هر مدرسه که هستید انجام بدید و توی بخش کامنت هم این کار رو انجام بدید. Talk to 3 classmates and fill out the table below. 3 تا از همکلاسیاتون رو برید پیدا کنید و شروع کنید از اونها first name و last nameشون رو بپرسید. مثلا شما یک همکلاسی داری، برو ازش بپرس what's your first name, what's your last name, could you spell your last name و ازش بخوا که مثلا نام کوچیک یا نام خانوادگیشو برات اسپل کنه. first name ها رو اینجا می نویسی، last name ها رو توی بخش باکس سفید پایین. این کار رو حتما انجام بدید و همچنین توی بخش کامنت های پایین برای من بنویسید که first nameتون چیه و last nameتون هم چیه. این هم که your conversation به صورت گروهی میتونید انجام بدید. pair work. Do the conversation. Student A, Student B. Hi, how are you? Hello, I'm fine. Thank you. My name is Mohsen. What's your name? My name is Ali. در واقع این یک نمونه از مکالمه‌ای هست که شما میتونید برای بخش بالا انجام بدید. اوکی؟ امیدوارم که مفید بوده باشه این درس براتون. این شد از 4مین ویدیو کانال زبان باز. من سید محسن سید ابراهیمی هستم و اینجا قراره زبان دبیرستان از پایه 7 تا پایه 12 رو کامل با همدیگه یاد بگیریم، کار کنیم و همچنین فراموش نکنید که توی کانال زبان باز عضو بشید، سابسکرایب کنید توی کانال و همچنین کانال آپارات یا یوتیوب بنده را برای دوستانتون اگه حس می‌کنید که مفید هست ارسال کنید. انشالله که دائم ویدیوهایی در رابطه با تدریس و حل تمرین، حل نمونه سوال و نکات بسیار نجات دهنده شب امتحانی قراره براتون بذاریم. این شد از تدریس کامل تا صفحه 9 کتاب. انشالله جلسه بعد درس 2 lesson 2 my classmates رو شروع میکنیم. میبینمتون. خدا نگهدار.